سلام دوستان عزیز، امروز طرز تهیه بولانی را براتون آموزش میدیم. اگرچه خب کلی یاد داره ولی باز هم یگان نفر شاید نفهمه یا روش ما این رقمکایی است. به مقدار نیم کیلو آرد او و خمیر مایع و مقداری نمک ضرورت است. اینا رو با هم دیگه گرد میکنیم و ببینیم که چه قسم خواهد شد. ما ولرم باید باشه، نه گرم نه سرد، که خمیر خوب تری بیاره. نمک 2 قاشق چایخوری بود تقریبا و حال بسیار کم کم یارده اضافه میکنیم. این خمیر ما در این حالت رسید، میتونین این امیر رقم هم بانین که خمیر کمکی برسه. میتونین هم که کار یک دفعه کنین، زغاله کنین، بانین به مقداری که کار دارین که یک دفعه هم زغاله شوه و هم برسه کارتان یک دفعه شوه. دوستان ایره ما شروع میکنیم به زغاله کردن به مقداری که احتیاج دارین و به این صورت انجام میدین. هر کس یک مدل انجام میده. من این رقمکایی راحت تر هستم. زیر کارم آرد زدیم که نچسبه. اینا رو به همین صورت شروع میکنیم به زغاله کردن. به این صورت
سطح کار ما هست و هم خمیر. خب دوستان، این زغالای ما هر کس کلانتر یا خردتر تقریبا 70 تا 80 گرم، این تقریبا نیم کیلو خمیر ما شد 16 دانه و حالا سرش ایره مندازیم. ممو دقیقه خمیر کردیم، ممو دقیقه زغاله کردیم. این پارچه را میمانیم در سرش و ایرم کشف میکنیم پلاستیکو که یک حدوداً 20 دقیقه نیم ساعت بعد این برسه که حاضر شده. بعد از اون ما شروع کنیم در پر کردن. دوستان، حالا گندنه ایره که ما خرد کرده بودیم دیدیم که شوشتیم و حالا داخل این گندنه کمکی روغن، نمک، مرچ سیاه و مرچ سرخ داخلش اضافه میکنیم که باز ایرم گرد میکنیم. مقدار کمی مواد ما داخلش گرد شود. این رو ما گرد میکنیم و شروع میکنیم به پر کردن. خب دوستان، حالا خمیر ما رسید. حالا شروع میکنیم به باز کردن خمیر. که خمیر کاملا باز میکنیم. تقریبا به این اندازه که رسید به همراه قاشق یا دست فرقی نمیکنه، مقدار دلخواه بول گندنه را داخل خمیر میمانین. اینجا هم آب داریم که دورش رو تر میکنین که چی بچسبه. به این حالت این میشه. به این حالت چند تا پر میکنیم. خب دوستان، روغن که در داغ که شد ایره میندازیم داخل. روغن باید قشنگ داغ شوه و بولانی رو داخلش بندازیم، اگه نه باز خوب سرخ نمیشه.
به این حالت میرسه. مایتابه ما مایتابه بزرگی است، شدنی است. اما چون گاز ما یک کمکی خورده است، این رو به این صورت هم میکنیم که قشنگ 4 دوره برش پخته شود با حرارت کامل. به این صورت میشه. و این هم پشت سرش. و اینجا در سر دستمال میمانیم که روغنش بره. به ترتیب شروع میکنیم به پخته کردن. چون حرارت بالاست و فقط دماوینش میزنه، از او خاطر مایی را کاملا به این صورت میکنیم که دو طرفش کاملا پخته شود. یه که میبینیم به این صورت دو طرفش پخته میشه.